پس از 1 سال. سلام مکس، چرا به تو اطلاعات سری دستی لازم است؟ بله مکس، این عجیب است. بله مکس، این البته عجیب است، اما اطلاعات کوتاه مثل خوراک تیز تیار به بدن انسان و معاینه سری او تأثیری بد میرساند. خوراک تیز تیار با علاوه های خوش طعم تأثیری وابستگی را ایجاد میسازد. انسان بیشتر خواهش استعمال برگر و شاورما را پیدا میکند. به همه معلوم است که خوراک تیز تیار نه تنها به وزن تأثیر میرساند، همچنین به مغز سر، هورمون ها و دیگر روندهای مرکب کیمیایی و بیولوژی در بدن. این گونه روند وابستگی را اطلاعات سری دستی نیز به وجود میآورد. معلومات کوتاه و زود نوارهای عجیب آنها نیز در مغز سر وابستگی را ایجاد میکنند. انسان دیگر اطلاعات کلان را قبول کردن نمیتواند. وقتهای اخیر شما چند مرتبه مقاله های دراز را مطالعه کردید؟ آیا شما مقاله های را خوانده اید که در زیر آن یگان عکس نباشد؟ انسان قابلیت تمرکز کردن به اطلاعات دراز و جدی را از دست میدهد. همین طریق انسان تنها با مطالعه سرلوحه و خبرهای کوتاه قابلیت تحلیل نمودن را گم میکند. اما از همه این میتوان خودداری کرد، چون مثل خوراک‌های تیز تیار امروز برای نگاه داشتن قوت بدن ما با ورزش مشغول میشویم و پرهیز را رعایت میکنیم. در این حالت بعضا استعمال برگرها فلاکت آور نیستند. ما اینجوری میتوانیم با خواندن کتاب‌های زیاد و یا مقاله‌های کلان حجم مغز سری خود را با رعایت روزه اطلاعاتی مشق دهیم. بعضا وقت میتوان چند توییت و نوارها را در یوتیوب و اینستاگرام نیز تماشا کرد. آیا شما به اینترنت زیاد میشینید؟ اکنون بیایید به واسطه به خود درس گذاریم.